سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: دیدار معاون اقتصادی رئیس وزراء با معاون رئیس جمهور ترکمنستان، گفتگوی وزیر صحت کشور با رئیس انکشاف ملی درباره کار باقیمانده شفاخانه ولایت غزنی و کشته شدن 15 نظامی پاکستانی در نتیجه حملات اخیر در پاکستان. امروز یکشنبه 12 ماه دلوی سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. معاونیت اقتصادی رئیس وزراء میگوید که قرار است امروز ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس وزراء با رشید مردوف معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ترکمنستان و هیئت همراهش در ولایت هرات دیدار کند. قرار است در این دیدار روی مسائل اقتصادی، تجارتی و روابط میان دو کشور همسایه بحث و گفتگو شود. مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت عامه با عبدالرحمن عطش رئیس شرکت انکشاف ملی دیدار و پیرامون تکمیل پروژه های نیمه تمام شفاخانه حوزوی ولایت غزنی گفتگو کرد. آقای جلالی در این دیدار گفته که تکمیل کار باقیمانده شفاخانه غزنی سبب تقویت خدمات صحی در این ولایت شده و تسهیلات بیشتری برای مردم غزنی فراهم خواهد کرد. از سوی هم رئیس شرکت انکشاف ملی اطمینان داده که برای تکمیل به موقع این پروژه تلاش‌های بیشتری صورت خواهد گرفت. دومین شهرک برای مهاجرین در ولایت زابل افتتاح شد و گفته مسئولان این شهرک 4330 جریب زمین مساحت دارد و 5000 نمره برای برگشت کنندگان در آن در نظر گرفته شده است که مطابق طرز العمل تعیین شده برای هر مهاجر یک نمره از زمین که 5 بیسوست داده می شود. همچنین در این شهرک ساخته مراکز صحی، مساجد، مکاتب، مدارس، دارالعلوم، پارک‌های تفریحی، میدان ورزشی، مراکز تجارتی و سایر امکانات مد نظر گرفته شده است. گفتنی است که در مراسم افتتاح این شهرک به شماری از برگشت کنندگان اسناد زمین نیز توزیع شده است. و در رسانه‌های پاکستانی گزارش داده که در عملیات روز گذشته جنبش آزادی بخش بلوچ در نقاط مختلف بلوچستان 15 نظامی پاکستانی کشته شدند. این رسانه‌ها همچنان ادعا کرده که 92 تن از آزادیخواهان بلوچ نیز در این درگیری‌ها کشته شدند. گفتنی است که جنبش آزادی بخش بلوچ روز گذشته آغاز عملیات حروف 2 علیه حکومت و اردوی پاکستان در بلوچستان را اعلام کرد و در روز نخست عملیات حملات شدیدی را بر تأسیسات دولتی و نظامی در شهرهای مختلف از جمله کویت انجام داده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.